سلام، اینجا برده. امروز میخوام بهتون بازی گرگومیش رو یاد بدم. گرگومیش یه بازی 2 نفره است که توی اون بازیکن‌ها کارتاشون رو به ترتیب بازی میکنن تا جایی که یکی از بازیکن‌ها دیگه کارتی نداشته باشه یا اینکه امکان بازی کردن کارتش رو نداشته باشه و اون بازیکن بازنده میشه و بازیکن حریف برنده بازی میشه. برای چیدمان بازی کارت‌ها رو قشنگ دور میزنیم و به هر بازیکن 7 تا کارت میدیم. یکی از بازیکن‌ها سمت بنفش کارت‌ها رو برمی‌داره، یکی دیگه از بازیکن‌ها سمت زرد کارت‌ها رو برمی‌داره. نسخه‌ای که من دارم نسخه‌ای که خودم چاپ کردم، واسه همین یه طرفشون روشنه، یه طرفشون تیره است که طرف تیره میشه اون طرف بنفش، طرف روشن میشه طرف زرد. از لحاظ آموزش هم بهتون توضیح بدم که فرقی نداره دو طرف کارت، فقط یه طرفشون بنفشه یه طرفشون زرده که اینجا واسه من روشنه و تیره. یکی از بازیکن‌ها رنگ تیره رو برمی‌داره و 7 تا کارتش رو جلوی خودش میچینه. ترتیبشون هم مهم نیستش، به هر ترتیبی که دلش خواست میتونه بچینه. یکی از بازیکن‌ها هم طرف روشن رو برمی‌داره و از طرف روشن به سمت خودش میذاره و کارتا رو گفته بودم که باید به رو باشه، همه بازیکن‌ها میتونن ببینن کارتا رو، یعنی من میتونم کارتای حریفمو ببینم چه کارتایی داره، اونم میتونه کارتای منو ببینه. چون توی تصمیم گیری برای بازی کردن کارتا مهم. یه محوطه هم وسط بازی در نظر میگیریم به عنوان محوطه خط که توی بعضی از کارتا نوشته شده که توی خط مثلا باید این شرایط رعایت بشه. مثلا توی این کارت میگه فقط زمانی میتواند بازی شود که 7 کارت یا بیشتر در خط وجود داشته باشه، که به این محوطه وسط میگن خط، که ما کارتامون رو میخوایم بازی کنیم توی محوطه وسط بازی میکنیم. برای شروع بازی یکی از بازیکن‌ها رو به صورت رندوم انتخاب کنید تا بازی رو شروع کنه. بازیکن‌ها برای بازی کردن کارت اول از همه باید قابلیت بالای هر کارت رو بخونن و به عدد پایین کارتشون هم توجه کنن. به طور مثال بازیکن شماره 1 میاد کارت شوالیه رو بازی میکنه که عدد 6 و قابلیتش هم فعلا مهم نیست چون اولین کارت بازیه. حالا من توی نوبتم برای اینکه بتونم کارت بازی کنم باید عددی که بازی میکنم بالاتر از این باشه، یعنی بالاتر از 6 باشه و قابلیتی هم که اون کارت داره بتونه بازی بشه روی این کارت. مثلا من نمیتونم کارت 7 و بالای کارت شوالیه بازی کنم چون که میگه باید بالای کارتی با عدد بیشتر بازی شه، ولی میتونم کارت رعیت همو بازی کنم با اینکه عددش 3 ولی میگه تا زمانی که این کارت بالای کارتی قرار بگیره عددش 7 محسوب میشه. پس من میتونم این 3 مو بالای 6 بازی کنم، به خاطر قابلیت کارت رعیت که بالای هر کارتی باشه 7 حساب میشه. این کارتی که من بازی کردم مجازه. بازی به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا جایی که یکی از بازیکن‌ها نتونه کارت بازی کنه یا اینکه کلا کارتایی که جلوی دستش هستش تموم بشه و هیچ کارتی توی محوطه بازیش نداشته باشه که بتونه بازی کنه. در این صورت هم بازنده بازی میشه و بازیکن حریف برنده میشه. یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که بعضی از کارت‌ها توی قابلیتشون اشاره شده که مثلا کارت‌های سلطنتی، مثلا این کارت میگه فقط میتواند بالای کارت‌های سلطنتی، شوالیه و رعیت بازی شه. کارت‌های سلطنتی میشن چنین کارت‌هایی که بغلشون نماد تاج داره. این کارت‌ها بهشون میگن کارت‌های سلطنتی که میشه این 4 تا: برج و پادشاه و شهبانو و ملکه. نکته آخرم این که کارت‌ها تا زمانی که بالای ردیف خط قرار دارن و قابلیتشون هنوز مشخصه و پوشیده نشده قابلیتشون اجرا میشه. به محض اینکه یه کارت دیگه بازی بشه و اون قابلیت پوشیده بشه دیگه نمیتونین از اون قابلیت استفاده کنین و قابلیتش دیگه توی بازی اعمال نمیشه. اینم از آموزش بازی گرگومیش. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و کمکتون کرده باشه که بازی رو یاد بگیریم. ویدیوی ما رو به دوستاتون معرفی کنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، به رشد کانال ما خیلی کمک میکنه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.